تقریبا از 5 سال پیش تو این شرکت مشغول به کار شدم. از اونجا که این شرکت در حال مونتاژ بود و هنوز به مرحله تولید نرسیده بود و هر کاری اینجا انجام میدادیم، از جوشکاری، بنایی، دیوارچینی، بتون‌ریزی، آلتوربندی، رنگکاری، لوله کشی، برقکاری، هر چیزی که تو ساخت ساز یه مجموعه به کار میره ما اونو انجام دادیم و خب یه سختی داشت و یه خوبی هم داشت. خوبیش این بود که ما همه نوع کار انجام میدادیم، تجربه میشد برامون، یه چیز یاد میگرفتیم و بعدیش این بود که هر کاری باز انجام میدیم و کار ما مشخص نبود و سخت بود. واقعیت هوا هم گرم بود، تابستون بود. بعد گذشت 1 سال این روند ادامه داشت و ما خب اینجا تو این شهر که اومده بودم، از یه شهر دیگه اومدم تو این شهر یعنی یزد ساکن شدم، خونه نداشتم و همینجا تو شرکت یکی اتاق به من داده بودم و اینجا مشغول بودم و همینجا تو همین شرکت تو اتاق زندگی میکردم. خلاصه بعد 1 سال شرکت راه افتاد. شرکت فریدسازی لعاب کاشی هست که اون سطح صیقلی و براقی که روی کاشی هست رو اینجا تولید میکنن و کیسه میکنن میفرستن کارخونه کاشی، اونجا کشیده میشه روی کاشی. خلاصه اینجا من رفتم پای کوره مواد رو ذوب میکنه در دمای 1500 درجه و اون رو تخلیه میکنیم داخل آب سرد و بنابراین این دوباره سرد میشه و حالت شکری مانند در میاد، کیسه میشه، فرستاده میشه کارخونه کاشی. من رفتم پای کوره، کارهای کوره رو انجام میدادم و برگذشت کلا قبل از اینکه برم پای کوره 3 روز رفته بودم یه کارخونه لعابسازی فریدسازی اونجا دیده بودم و هیچ اطلاعاتی دیگه ای نداشتم. بعد از 3 روز اومدم اینجا رفتم پای کوره. بعد 6 ماه که پای کوره بودم خب تجربیاتم بیشتر شد و یه خورده بهتر یاد گرفتم و اینا، شدم سرشیفت کوره شدم. یه خورده برای کارم بهتر شد ولی مسئولیت بیشتر شد. یکی نیرو هم داشتم کمکی که اون کارا رو انجام میداد، منم کمکش بودم و به عنوان سرشیفت کوره دیگه مواد نباید خراب میشد، گاز تنظیم همه چیز اوکی باشه. خلاصه بعد از 1 سال که من سرشیفت کوره بودم تمام سعی و تلاش خودم میکردم که به نحو احسن کار پیش بره و کار همیشه مرتب منظم باشه. خب از اونجایی که کار ما 3 شیفت بود و کوره 24 ساعت باید روشن باشه، شیفتات چرخشی عوض میشد، 3 روز صبح، 3 روز ظهر، 3 روز شب و در این 3 روز 32 ساعت آف داشتیم. خب شبانه روز به هر حال که ما کار رو داشتیم و کارمون بود. بیشتر موقع میشد که از اونجایی که من بیشتر دنبال یادگیری بودم و سعی میکردم یاد بگیرم و هم یاد گرفته بودم نسبت به بقیه بچه‌ها، شب نصف شب همیشه میومدن در اتاق در میزدن که فلان چیز خراب شده. میرفتم نگاه میکردم، یا میتونستم درست میکردم یا اگه نمیتونستم زنگ میزدیم مکانیک یا برقکار بیاد. خلاص این روند ادامه داشت. بعد 1 سال از اونجایی که من به هر حال مسئولیت پذیر بودم و خیلی مراقب کارم بودم که به نحو احسن پیش بره، پشتکار داشتم، انگیزه و انرژی داشتم، دنبال یادگیری بودم و آزمون و خطا میکردم، من رو به عنوان سرپرست سالن یعنی مدیر سالن انتخاب کردم و من شدم مدیر سالن. شاید از لحاظ کاری کار من یه خورده راحت‌تر شد دیگه. خب پای کوره کمتر میرفتم، شار تخلیه نمیزدم ولی مسئولیتش بیشتر شد. اگه موادی خراب میشد منو میشناختن، اگه مواد خوب بود منو میشناختن، اگر سالن مرتب بود باز منو میشناختن. اون موقع که پای کوره بودم خب فقط خودم بودم و کوره، دیگه کاری به جای دیگه نداشتم. حالا ولی الان کل مسئولیت این سالن با من بود. هر نقصی داشت من دیده میشدم، خوب بود من دیده میشدم و من تمام سعی و تلاشمو کردم که به بهترین شکل پیش بره و خدا را شکر هم خوب بود و به همین روال خوب طی شد و رفت. بعد 1 سال من به عنوان سرپرست نمونه هم انتخاب شدم و هدایایی هم به ما دادن و همینجور
ادامه داشت و الان به عنوان مدیر سالن هستم. تجربه بیشتری دارم و الان حدود 5 ساله که میگذره و من تو این شرکت مشغول به کار هستم. کارهایی که ما اینجا انجام میدیم، کارهایی که الان من تو این چند سال یاد گرفتم، کارهای رانندگی لیفت تراک، رانندگی تراکتور، کارهای مکانیکی کل این شرکت از صفر تا صد، کارهای برقکاری، کارهای جوشکاری، تخلیه مواد، شارژ مواد، تست مواد، آزمایشگاه، همه اینها رو من در هر مدتی انجام دادم و الان که یکی مکانیک داریم، یکی برقکار داریم، یکی نیرو آزمایشگاه داریم و نیرو پای کوره داریم، سرشیفت داریم و اینا همش زیر نظر من هستم، باز با وجود این بیشتر موقع من خودم میرم و شخصا اون کار رو انجام میدم، به خاطر اینکه خیالم راحت‌تر باشه و اینکه نظارت بهتری داشته باشم و بدونم چه اتفاقی داره میفته. خلاصه سعی کردم و فکر کردم، گفتم بیام از همین اتفاقاتی که اینجا داره میفته، از تجربیاتی که من کسب میکنم تو این شرکت، اتفاقاتی که میفته، خرابیایی که میشه و ماجراهایی که هست، دیدم اینا جالب هست، خوبه و جنبه مثبتی داره. گفتم اینا رو بیام و اینجا با شما به اشتراک بذارم و تو این کانال میخوام سعی بکنم از اتفاقات روزمره، از تعمیرات، مکانیکی، جوشکاری، تجربیات شخصی، اتفاقات روزمره و هر آن چیزی که باعث بشه هم جنبه یادگیری داشته باشه، هم آموزنده باشه و هم سرگرم کننده، یعنی یه چیزی باشه که به درد مخاطب بخوره و تمام سعی و تلاش خودم رو خواهم کرد که هر شخصی بعد دیدن اون ویدیو وقتی که تموم شد یه حس خوب، رضایت بخش داشته باشه و احساس این که وقتش رو تلف کرده رو نداشته باشه و تمام سعی و هدف من این خواهد بود و رو این هدف تمرکز خواهم کرد که مطالب مفید و هدفمند بذارم که به درد بخور باشه، هم جنبه آموزنده داشته باشه و هم سرگرم کننده و یه خورده خلاقیتمو به کار میبرم و در یه جاهای هم حرفای دلمو میگم، اون چیزی که میگن از دل برای لاجرم بر دل نشیند، حرفای دلمو میگم و سعی میکنم تو این ویدیو خودم باشم و خودم، یعنی خود واقعیم باشم و رول بازی نکنم، چون میدونم هر کسی که خودش باشه، خود واقعیش باشه و دلی صحبت کنه، راحت‌تر ارتباط میگیره و راحت‌تر میتونه اون مطلبش رو بیان بکنه و خیلی کلمات کلمب سلمبه یا اینکه بیام خیلی بلند و منظورم از بلند یعنی اینکه مثلا ادعادار حرف نزنم و خیلی ساده و پیش پا افتاده باشه. یه سری اتفاقاتی هست که حالا در روند این جریان شما در ویدیوهای بعدی خواهید دید، در مورد اینکه یوتیوب مثلا چی شد که من شروع کردم، چه اتفاقی افتاد و من چه چیزایی رو شروع کردم، چه چیزایی خودم درست کردم و چیکار باید بکنیم و ادامه ماجراها رو در ویدیوهای بعدی خواهید دید. این یه ویدیو معرفی از خودم بوده و امیدوارم که با هم بتونیم یه مسیر درست رو پیش بریم. هر جا هستید در پناه خدا باشید. درود، صد بدرود.